یک سوال داشتم. همین نماز نفل کدام وقت خوانی درست است؟ التماس به سوالم جواب گرد. نماز نفل برادر عزیز فقط در دو حالت خوانده نمیشه، دیگه در همه حالت خواندن نماز نفل درست است. بعد از خواندن عصر تا نماز شام خواندن در مذهب ما خواندن نفل معنی است. دیمش بعد از صبح دمیدن تا برآمدن آفتاب، چون که حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است از حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه. این حدیث هم بخاری هم مسلم روایت کردن. حضرت فرمودند که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا صلاة بین الصبح حتی ترتفع الشمس ولا صلاة بعد المغرب حتی تغیب الشمس. گفتن که نماز درست نمیشود، نیست نماز بعد از دمیدن صبح تا برآمدن آفتاب، و نماز درست نمیشود بعد از یعنی نماز عصر تا شیشتن آفتاب تا نماز یعنی شام. در همین دو وقت یعنی خواندن نفل معنی است. دیگه همه وقت انسان میتونه که نفل بخونه. بهترین وقت برای انسان نفل خواندن شب است برادر. اگر شب زنده داری کرده توانه شب یعنی نفل خونه براتون بهتر است.